دومین شب. اگه اینو میشنوید یعنی هنوز زنده‌ام. اما مطمئن نیستم چه مدت. بذار از همونجا شروع کنم که ضبط قبلی را قطع کردم. وقتی از ساختمون بیرون اومدم، سارا مستقیم به سمت من دوید. مرا بغل کرد. صورتش پر از نشاط بود. پشت سرش امیر ایستاده بود، کنار همان ماشین آبی رنگ. تبریک گفتم برای ماشین جدیدش. گفت: قرض گرفتم. چند روزی تستش میکنم. من سعی کردم مثل خودم باشم. سوالی پرسیدم. گفتم: چه مدلی هست؟ از کی قرض گرفتی؟ امیر فقط گفت: یک آشنا، نمیشناسیش؟ چشمام میسوخت به خاطر دیشب. به صندلی جلوی ماشین نگاه کردم. تمیز بود. خیلی تمیز. انگار کسی کارواش برده باشه. سوار شدیم. من رفتم صندلی عقب. سارا کنار امیر نشست. موقعی که امیر دنده عقب میگرفت، چشمم به گوشه روکش صندلی افتاد. یک لکه. رنگ تیره تر بود. مثل لکه خون خشک شده. اما شاید فقط سایه بود. نور بود. رفتیم به سمت پارک جنگلی. توی راه امیر گفت: دیشب واقعاً اوضاع عجیبی بود. اینترنت قطع بود. خطای تلفن هم مشکل داشت. سارا گفت: آره، مامانم هم گفت تا صبح نتونست به خالش زنگ بزنه. من فقط ساکت بودم. به آن پیام ناشناس فکر می کردم. به پارک رسیدیم. نگار و رضا هم اومده بودن. همه خوشحال به نظر می رسیدن. منم سعی کردم خودم رو طبیعی نشون بدم، اما مدام به ماشین نگاه می کردم. به پلاکش. آخرین سه رقم پلاک 407 بود. همین رقم رو دیشب تو تاریکی دیده بودم. مطمئنم. ظهر موقع خوردن کباب رضا از امیر پرسید: راستی دیشب کجا بودی؟ ساعت 11 زنگ زدم جواب ندادی. امیر نگاهش عجیب شد. گفت: خونه بودم، خوابیده بودم. اما من میدونستم امیر آدم شب بیداریه. بعد از نهار یک فرصت پیش اومد. امیر و رضا رفتن تو جنگل کمی پیاده روی کنن. سارا و نگار هم رفتن گل بچینن. من تنها موندم کنار ماشین. در ماشین قفل نبود. وارد شدم. صندلی جلو رو بررسی کردم. هیچی نبود. تمیز بود. اما توی جعبه کنسول وسط یک تکه کاغذ تا شده پیدا کردم. یک رسید پارکینگ. تاریخش مربوط به دیروز بود. ساعت 2:17 بامداد. آدرس پارکینگ هم نزدیک همون خیابونی بود که من اون صحنه رو دیده بودم. رادمان. رسید رو برداشتم. بعد زیر صندلی رو نگاه کردم. یک کیف پول کوچیک مردونه اونجا بود. مال امیر نبود. طرحش متفاوت بود. کیف رو باز کردم. توش کارت بانکی بود به اسم ها امینی. یک عکس قدیمی هم بود. مرد میانسالی با یک زن جوان. رادمان. همون موقع صدای پای امیر رو شنیدم. سریع کیف رو سر جاش گذاشتم. اما رسید پارکینگ رو تو جیبم قایم کردم. امیر اومد دم ماشین. گفت: رادمان جان، داری چی کار میکنی؟ گفتم: داشتم ماشینت رو نگاه میکردم. واقعاً قشنگه. رادمان. اما نگاه امیر عجیب بود. انگار میدونست من چیزی پیدا کردم. گفت: بدون اجازه وارد ماشین نشو. مال خودم نیست. من معذرت خواهی کردم. اما لحنش خشک بود. مثل امیر همیشگی نبود. عصر موقع برگشت تو ماشین ساکت بودم. سارا داشت از برنامه‌های آینده میگفت. امیر فقط جواب کوتاه میداد. من به اون عکس فکر میکردم. مرد میان سال. چهره‌اش آشنا میومد. شب خونه که رسیدم سریع کامپیوتر رو روشن کردم. میخواستم ببینم اون مرد کی هست. اما هنوز اینترنت درست کار نمیکرد. قطع و وصل میشد. آخر سر یه سایت خبری باز شد. تیتر اول: درگذشت ناگهانی یک روزنامه‌نگار اقتصادی به نام حسین امینی. عکسش رو دیدم. همون مرد توی عکس کیف پول بود. حسین کی؟ حالا مرده. دیروش مرده. سکته قلبی گفته بودن. اما اگر اون مردی که دیشب کشته شد واقعاً همین آقای امینی بود، همه چیز داره به هم وصل میشه. ماشین امیر، اون محل، این مرد مرده، اون پیام تهدید و مجرا هستم. با بهترین دوستم که داره عجیب رفتار میکنه. دیشب موقع خواب گوشیم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. جواب ندادم. بعدش پیاوک اومد. کنجکاوی نکن. باز همون شماره.
الان ساعت 3 بامداده. نمیتونم بخوابم. فردا قراره با سارا و امیر بریم سینما. اما من میترسم. از امیر. از کسانی که اون پیام‌ها رو میفرستن. از کسانی که دیشب اون صحنه‌ها رو ساختن. تصمیم گرفتم. فردا میرم اون پارکینگی که توی روزدی نوشته. میخوام ببینم دوربین امنیتی داره یا نه. شاید بتونم چیزی بفهمم.